بگوی مردم چنانچه تردیدی در دین من دارید بدانید که من کسانی را که شما به جای خدا می پرستید پرستش نمی کنم و فقط خدایی که جانهایتان را می گیرد می پرستم. من مأمور شدم تا از اهل ایمان باشم. به آیین تسلیم محض خداوند بودن روی بیاور و هیچگاه شرک نورز و جزو مشرکان مباش. هیچ چیزی را به جای خداوند به عبادت مخوان، زیرا آنها نمی توانند نفعی به تو برسانند و نه آسیبی به تو وارد کنند. اگر چنین کنی قطعاً از ستمکاران خواهی بود. بدان که اگر خداوند بخواهد مصیبتی به تو وارد کند هیچ کس توانایی رفع آن را از تو نخواهد داشت مگر خودش، و اگر برایت خیری اراده کند هیچ کس توانایی جلوگیری از فضل او را ندارد. خداوند فضل و کرم خود را به هر یک از بندگانش که صلاح بداند می‌دهد و بیشک او بسیار آمرزنده و باگذشته است.